ما در این بحث قصد داریم از خمینی چهره‌ای واقعی و نه تبلیغی ارائه دهیم. بسیاری هنوز تصور می‌کنند که او رهبر انقلاب 57 بود. اما اگر کمی دقیق‌تر به تاریخ نگاه کنیم، می‌بینیم خمینی نه تنها نقشی در شکلگیری انقلاب نداشت، بلکه در همه سالهایی که مردم ایران در حال مبارزه بودند، او عملاً در حاشیه قرار داشت. در واقع خمینی تا آخرین ماه‌های منتهی به انقلاب هیچ گونه حضور فعال یا نقش مؤثری در مبارزات مردم نداشت. اگر به اسناد و واقعیت‌های تاریخی نگاه کنیم، خواهیم دید که انقلاب ایران بدون حضور خمینی آغاز شد، اوج گرفت و تقریباً به پیروزی نزدیک شد، پیش از آن که اصلاً نام او بر سر زبانها بیفتد. پس پرسش اصلی این است: چطور کسی که هیچ نقشی در انقلاب نداشت، توانست رهبری آن را تصاحب کند؟ چه عواملی باعث شد که انقلاب مردم ایران در نهایت به نام کسی تمام شود که در تمام سالهای سرکوب و مقاومت نه تنها در صحنه نبود، بلکه در برهه‌هایی از تاریخ صریحاً علیه نیروهای انقلابی سخن گفته بود؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به عقب برگردیم و مسیر واقعی انقلاب را مرور کنیم. انقلابی که از سال 1343 با جنبش‌های روشنفکری و مبارزاتی شکل گرفت و تا سال 1357 با فداکاری هزاران نفر از مردم و نیروهای پیشتاز پایه‌های حکومت شاه را لرزاند. اما در همان زمان که مردم در خیابان‌ها، در زندان‌ها و در زیر شکنجه‌ها برای آزادی می‌جنگیدند، خمینی در تبعید، در سکوتی محتاطانه، تنها نظاره‌گر تحولات بود. نه سازمان داد، نه جنبشی را هدایت کرد و نه حتی از قیام‌های مردمی پشتیبانی روشنی نشان داد. این سکوت حساب شده بعدها به بزرگترین فرصت او تبدیل شد. وقتی انقلاب بدون او به نقطه سرنوشت رسید، همان نیروهایی که خون داده بودند حذف شدند و روحانیتی که در حاشیه بود ناگهان در مرکز قدرت قرار گرفت. آنچه در ادامه خواهیم دید نه فقط یک تصادف تاریخی، بلکه یک پروژه حساب شده برای ربودن انقلاب است. پروژه‌ای که خمینی با بهره‌گیری از خلأ سیاسی و ناآگاهی جامعه در آن موفق شد. و این آغاز سرقت بزرگ بود. سرقتی که مسیر تاریخ معاصر ایران را برای همیشه تغییر داد. پس از قیام 15 خرداد، سرکوب و اختناق چنان گسترش یافت که هر صدایی خاموش می‌شد. اما در دل همان سکوت بذر مبارزه در حال جوانه زدن بود. در نیمه دهه 40 گروه‌هایی از جوانان دانشگاهی و روشنفکر از بیعملی احزاب سنتی خسته شدند و به این نتیجه رسیدند که بدون سازماندهی و فداکاری هیچ تغییری ممکن نیست. از دل این تجربه ها در سال 1345 سازمان مجاهدین خلق ایران تأسیس شد. نخستین نیرویی که با تلفیق اندیشه اجتماعی، ایمان مذهبی و مبارزه انقلابی مبارزه سازمان یافته را آغاز کرد. بنیانگذاران آن محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان در میان نسل جوان نماد آگاهی و ایمان عملگرایانه شدند. از نیمه دهه 50 اوضاع سیاسی ایران دچار تغییراتی شد.
بحران اقتصادی، افزایش نارضایتی‌ها و فشارهای بین‌المللی شاه را وادار کرد تا بخشی از فضای بسته سیاسی را باز کند. در آمریکا، جیمی کارتر با شعار حقوق بشر به قدرت رسیده بود. دولت او به ظاهر از شاه خواست تا از شدت سرکوب‌ها بکاهد و فضای سیاسی را کمی آزاد کند. شاه ناچار برای نشان دادن چهره‌ای اصلاح طلب برخی زندانیان سیاسی را آزاد کرد، سانسور مطبوعات را کاهش داد و وعده تشکیل احزاب آزاد را مطرح نمود. اما این فضای نیمه باز تنها ظاهر داشت. هدف واقعی حفظ کنترل بود. با این حال، همین شکاف کوچک در دیوار اختناق فرصتی شد برای بازگشت نیروهایی که سالها در حاشیه مانده بودند. در این میان، روحانیت بیش از همه بهره برد. آنها که تا دیروز در برابر مبارزات انقلابی سکوت کرده بودند، حالا خود را صدای مردم معرفی کردند. در حالی که نیروی اصلی انقلاب، یعنی همان سازمان‌ها و گروه‌هایی که هزینه داده بودند، همچنان در زندان‌ها و زیر شکنجه بودند. پس از این اعلام پایبندی شاه به سیاست حقوق بشر، سران نهضت آزادی و جبهه ملی و عده‌ای از همانندان آنها که سالها از عرصه مبارزه به دور بودند، به تکاپو افتادند. در همین روزهایی که میوه چینان وارد صحنه می شدند، خمینی هم که از 13 آبان 1343 در نجف در لاک خود خزیده بود و سکوت کرده بود، برای سرقت رهبری انقلاب مردم ایران فرصت را مغتنم شمرد. تا این زمان عموم قشرها و گروهها، حتی کسانی هم که از شاه در کادر قانون اساسی حمایت می کردند، به جنبش ضد سلطنتی پیوسته بودند. خمینی فرصت طلبانه در اوایل آذر 57 نامه‌ای خطاب به آخوندهای وابسته به خود به ایران فرستاد که در آن نوشته بود: امروز در ایران فرجه‌ای پیدا شده و این فرصت را غنیمت بشمارید. الان نویسنده‌های احزاب اشکال می‌کنند، اعتراض می‌کنند، نامه می‌نویسند و امضا می‌کنند. شما هم بنویسید و چند نفر از آقایان علما امضا کنند. مطالب را گوش زد کنید. اشکالات را بنویسید و به دنیا اعلام کنید. اشکالات را بنویسید و به خودشان بدهید. مثل چندین نفر که ما دیدیم اشکال کردند و بسیاری حرفها زدند و امضا کردند و کسی هم کارشان نکرد. بزرگترین شیادی خمینی این بود که توانست در خلأ سیاسی ناشی از فقدان رهبران انقلاب روی موج خونین جنبش ضد سلطنتی مردم سوار شده و با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم و جلب اعتماد بیشائبه خلق که در واقع نثار مجاهدان و پیشتازان انقلاب میشد، رهبری انقلاب را برباید.